منهج يتألق درر بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه امامان وهابی شیعه. همونطوری که میدونید در این برنامه در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم و موضوع برنامه هم بررسی اعتقاد محمد ابن عبدالوهاب و کسانی که متهمشون میکنن به وهابیت و همچنین بررسی عقیده امامان 12گانه شیعه. حالا اون 12میش که فعلا نیستن، همین 11 تا رو ما اعتقادات اینها رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و در این برنامه ثابت خواهیم کرد که همون عقیده‌ای که امامان شیعه داشتن، همون اعتقادات رو محمد ابن عبدالوهاب و کسانی که متهم به وهابیت هستن همون اعتقادات رو داشتن. هیچ اختلافی بین این بزرگواران نبوده و وهابیت لولو خورخره‌ای است که آخوندها درست کردن برای دور ساختن مسلمانان از قرآن کریم و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. جناب حضرت مولانا خوش آمدید. در ابتدای سومین برنامه از برنامه‌های امامان وهابی شیعه خدمت شما و همچنین شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت جناب علی و آقایون مراجع انشاءالله خواهم بود. چرا آقایون مراجع؟ که بحث ما فعلا مستقیما با مراجع است. جزاکم الله خیر. البته ما یقین داریم، همونطوری که در اولین برنامه گفتیم، که این شجاعت و مردانگی رو ندارن مراجع شیعه و نداشتن در طول تاریخ که در مقابل حق و حقیقت بایستن و هیچ باطلی این شهامت و جرأت و غیرت رو نداره که در مقابل حق بایسته. اما بازم به خاطر اینکه برای شما بینندگان عزیز و گرامی جهالت و دروغ و تلبیس و خیانت این مراجع و آیات عظام اینها ثابت بشه، ما این تحدی رو کردیم و این نامه ها رو فرستادیم تا اتمام حجتی باشه و کسانی که هنوزم اندکی باور دارن به این آخوندهای دروغگو و حیله‌گر متوجه بشن که اینها همون مکارهایی هستن که فقط برای ترویج دین عبدالله ابن سبع یهودی میکشن و دشمنان قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت و اصحابش هستن. اگر به یاد داشته باشید ما در اولین قسمت از برنامه امامان وهابی شیعه 3 نامه فرستادیم برای 3 تن از مراجع معروف شیعه: ناصر مکارم شیرازی، آیت الله العظمی جعفر سبحانی از جمله آیات اعظام و نجم الدین طبسی از جمله آیات اعظام. این 3 شخص بیشترین تألیفات، مقالات و سعی و تلاش در جنگ با وهابیت یا در رد وهابیت رو داشتن. به خاطر همین این 3 تن رو انتخاب کردیم و نامه‌های عنوانی این 3 آیت الله فرستادیم از طریق ایمیلی که در وبسایت‌های رسمیشون گذاشته بودن. تنها کسی که تا الان پاسخ داد به نامه ما دفتر ناصر مکارم شیرازی بود که درخواست کرده بودن که این نامه رو از طریق پست به دفتر ایشون بفرستیم، که از طریق پست هم ارسال کردیم. در هفته گذشته من حتی سند ارسالش رو خدمت شما عزیزان نشون دادم در برنامه زنده. من متن نامه‌ای که فرستاده شده برای این آخوندها رو میخونم و انشاءالله تا آخرین قسمت این برنامه انشاءالله در هر برنامه این نامه رو خواهیم خوند و یقین داریم که اینها پاسخی نخواهند داد. احمد جان اگر نامه رو نشون بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مرجع عالی قدر جان تشیع آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با توجه به تعریفات و تلاش‌های گسترده جناب عالی در نقد وهابیت و شناخت عمیقی که از منابع و باورهای امامان شیعه دارید، از شما درخواست داریم که برای تبیین حقایق و روشن شدن افکار عمومی شیعه و سنی حداقل 3 عنوان از ابواب کتاب توحید، مهمترین تالیف عقیدتی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله را که به نظر جناب عالی تضاد بیشتر و آشکارتری با عقاید امامان 12گان شیعه دارد انتخاب نموده و خلاف آن را از گفتار صریح و صحیح و بی‌معارض امامان شیعه اثبات نمایید. برای اینکه جای هیچ ابهام و تردیدی باقی نماند مؤکداً استدعا داریم که به نکات زیر عنایت فرمایید. حداقل 3 باب را انتخاب نمایید.
ابوابی را برگزینید که با عقاید ائمه شیعه تضاد بیشتر و آشکارتری داشته باشد. صرفاً از روایات و گفتار امامان شیعه استدلال نمایید. روایات مورد استدلال: 1 صریح، 2 صحیح، 3 بی‌معارض باشد و چنانچه کتاب توحید شیخ محمد بن عبدالوهاب را با عقیده امامان شیعه در تضاد نمی‌بینید، احتراما نظر خویش را در این مورد اعلام بفرمایید. پیشاپیش از پاسخگویی جناب عالی سپاسگزاریم. برنامه تلویزیونی امامان وهابی شیعه 2 محرم سال 1438 هجری قمری و تا هنوز هم هیچ پاسخی از این آیات به اصطلاح عظام دریافت نکردیم. این بود نامه‌ای که فرستادیم. همین نامه با همین متن خدمت جعفر سبحانی و نجم الدین طبسی هم ارسال شده. جناب استاد در خدمت شما. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. من امیدوار هستم انشاءالله که زودتر این جواب برسه، گرچه دفتر جناب آیت الله مکارم شیرازی جواب دادند که پرینتر ندارند، ما هم به صورت کتبی فرستادیم. امیدوار هستم که دفتر آیات اعظام سبحانی و طبسی احتمالا شاید بهانه نت بگیرند که نت ندارند. امیدوار هستم که شرکت مخابرات این خدمات رو فراهم بکنند برای ایشون که ایشون بتونند که ایمیل رو باز بکنند و نامه رو بخونند و انشالله در اسرع وقت پاسخ بدن. جناب استاد یک عذری هم ما براشون میتراشیم، چون شاید که ایام محرم است و شاید منظور سینه زنی و قمه زنی و زنجی زنی باشن. انشالله شاید هفته آینده فرصت بکنن که نام شما رو به هر صورت به قول شما ما منتظر هستیم تا آخرین برنامه‌ای که در خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود و آخرین بابی که از کتاب التوحید انشالله بررسی خواهیم کرد. ما همچنان منتظر میمانیم. به قول آخرین که انتظار برترین عبادت است، ما هم در انتظار نشستیم به امید الله. اللهم عجل لآیات عظام الفرج. من قبل از این که به موضوع امروز برنامه‌مون بپردازیم که موضوعش از چرا الله به آفریدگانش سوگند خورده است، برای این که این سری برنامه و موضوعاتی که مطرح میشه سلسله وار هست و مرتبط هست با جلسه قبل، من یک خلاصه رو خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم. خلاصه آنچه در برنامه گذشته خدمت بینندگان عزیز من ارائه دادم. روایاتی رو عرض کردم از کتاب اهل سنت و الجماعت که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت. اگر کسی میخواهد که سوگند بخورد صرفا به نام الله متعال سوگند بخورد وگرنه ساکت بماند. روایتی رو که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در کتاب التوحید در باب 41 آورده بود از عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه که ایشون رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من حلف بغیر الله فقد کفر او اشرک، که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه از این روایت استدلال کرده بودند که قسم خوردن به نام غیر الله شرک اصغر هست. و این همین روایت رو در هفته گذشته من از کتاب‌های شیعه مانند مبسوط طوسی و مستدرک الوسائل خدمت بینندگان عزیز نشون دادم که دقیقاً همین روایت من حلف بغیر الله فقط اشرک و فی روایت فقط کفر بالله، این رو خدمت بینندگان عزیز من نمایش دادم. و در هفته گذشته من اجماع اهل سنت و الجماعت رو نقل کردم از ابن عبدالبر که ایشون گفته بودند که به اجماع اهل سنت و الجماعت قسم خوردن به غیر الله متعال مکروه است. اجمع العلماء علی ان الیمین بغیر الله مکروهتون، که مکروه است. برخی گفتند حرام هست و حد اقل تنازلی هم که دادند گفتند که مکروه است. مکروه بودنش یک امر مورد اجماعی هست. و همچنین از کتاب‌های شیعه نقل کردند از شریف مرتضی که در کتاب الانتظار گفته بودند که فلا خلاف فی ان الحالف بغیر الله تعالی عاص مخالف لما شرع من کیفیت الیمین. هیچ اختلافی وجود ندارد که کسی که به نام غیر الله سوگند بخورد عاصی هست، گناهکار هست و مخالف اون روشی هست که در مورد سوگند خوردن مشروع هست. و همچنین از آیت الله گلپایگانی در کتاب القضایشون من نقل کردم که گفته بودند که ان الاخبار الوارده فی النهی عن الیمین بغیر الله فوق حد التواتر. روایاتی که از طریق شیعه نهی کردند از قسم خوردن به نام غیر الله به نام مخلوقات و آفریدگانش، این روایات فوق حد تواتر هستند. و همچنین نمونه از فتاوا و
احکام فقهی رو خدمت شما بینندگان نقل کردم. به طور مثال از توسی نقل کردم و از هلی نقل کردم، از شهید اول در دروس العلمیه دروس شرعیه نقل کردم که ایشون گفته بودند ولا یجوز الحلف بغیر الله و اسمائه کالکتب المنزله والانبیاء والائمه علیهم السلام. جایز نیست سوگند خوردن به نام غیر الله و اسما و صفات الله، یعنی به غیر از نام الله و صفات الله سوگند خوردن به چیزی دیگر جایز نیست، مانند کتاب‌های آسمانی، مانند پیامبران و مانند انبیا علیهم السلام. و این مورد در چندین کتاب از کتاب‌های شیعه در واقع نقل شده بود که من در هفته گذشته چند مورد رو خدمت بینندگان عزیز من ارائه دادم و ده ها مورد دیگر رو من پرینت گرفتم که در اینجا دارم، اگر نیازی باشه انشاءالله نمایش خواهم داد. این خلاصه بود از مطالبی که در هفته گذشته خدمت بینندگان عزیز عرض کردم. جزاکم الله خیر. جناب استاد، بینندگان عزیز اگر اطلاع داشته باشند در هفته گذشته آخرین تماس ما در برنامه، بیننده گرامی فرمودن که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم به بندگانش قسم خورده و تین و زیتون گفته و لیل گفته و بلد الامین گفته و به مخلوقات خودش شاید به چیزای خیلی یعنی کوچک و بی ارزشی سوگند یاد کرده. چرا سوگند خوردن به غیر الله شرک است در حالی که الله سبحانه و تعالی به این چیزایی که خیلی پایینتر از مثلا از اولیا و از ائمه و از انبیا هست قسم یاد کرده، مثلا با تین و زیتون؟ حالا انجیر و زیتون ارزششون بالاتره یا که امام علی و امام حسن و ابوالفضل و فاطمه زهرا؟ قطعا ارزش هر انسانی، ولو اینکه بدترین انسان باشه، ولو اینکه کافر هم که باشه، ارزشش از یک دانه انجیر یا موارد دیگر بالاتر هست. ارزش بیشتری رو داره، چه برسه به ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این موردی که بیننده ما فرمودن در آخر برنامه و در وقت تماس ها، این مطلبی هست که آقای آیت الله سبحانی و همچنین آیت الله طبسی در کتاب خودشون ذکر کردن، همان گونه که در هفته گذشته من خدمت شما نمایش دادم و این کتاب رو که این رو از کشف الارتیاب گرفته بودند، از کشف الارتیاب آملی این مطالب رو گرفته بودند و هر این دو نفر از مراجع یا آیات شیعه این مطالب رو از اونجا نقل کرده بودند، احیانا ترجمه کردند یا اینکه بازنویسی کردند، منتها همان دقیقاً همان مطلبی هست که آملی در کتاب کشف الارتیاب خودشون بیان کردند. ما برای این که بحثی که ارائه میدیم خدمت بینندگان عزیز بر اساس واقعیت باشه، بر اساس صداقت باشه، من دقیقاً آن حرفی رو که علمای شیعه گفتن، یک بیننده شاید از یک کتابی خونده باشه، شاید از یک مرجعی شنیده باشه، از یک سخنرانی شنیده باشه که حرفش چندان معتبر نیست، اما وقتی که یکی از مراجعش این حرف رو بزند، این ارزش علمیش یک مقداری بالاتر هست. به این خاطر من اصل حرفی رو که خود این آقایون نوشتن در کتاب خودشون، این مطلب رو انشاءالله خواهم آورد و با اصول علمی پاسخ خواهم داد. جناب آیت الله سبحانی در کتابی که قبلا نمایش دادم، آیین وهابیت، که تقریبا اولین کتابی هست که ایشون در باب رد وهابیت نوشتن، بعد از این کتاب‌های متعدد دیگری رو تالیف کردن. در این چاپی که بنده دارم و هفته گذشته نمایش دادم، در صفحه 297 یک عنوانی رو گذاشته به عنوان سوگند به غیر خدا. اگر دوستان نمایش بدهن، سوگند به غیر خدا، که این یک عنوانی هست که آیا سوگند خوردن به نام غیر الله جایز هست یا جایز نیست. قسمت اولش را که قبلا خوندیم خدمت بینندگان عزیز که سوگند به غیر خدا از جمله مسائلی است که گروه وهابی روی آن حساسیت خاصی دارند، یعنی وهابی ها قبول ندارن، اما ما این رو قبول داریم. چند مورد رو هم که اشاره کرده که این مطلب رو زده که من هفته گذشته این رو خدمت بینندگان عزیز نشون دادم. میگه اما ما به فضل الهی در محیط دور از تعصب، امیدوار هستم که انشاءالله که ثابت بشه که چون در محیط دور از تعصب و بدون از جانبداری و بیطرفانه این مطلب رو انشاءالله که ارائه داده باشند، اما این که این ادعایشون هست که در محیط دور از تعصب این مسئله رو بررسی میکنن، ما انشاءالله این رو با هم خواهیم دید که آیا بدون تعصب بررسی کردند یا اینکه با تعصب و جانبداری بررسی کردند. ما به فضل الهی
اصلاحی در محیط دور از تعصب مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهیم و کتاب خدا و سنت‌های صحیح پیامبر و پیشوایان معصوم را چراغ فراراه خود قرار می‌دهیم. من هفته گذشتم عرض کردم که ما هم بر مبنای قرآن، بر مبنای روایات صحیح رسول الله و روایات صحیح اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع این مسئله را و مسائل دیگر را بررسی خواهیم کرد. میگه دلایل ما بر جواز قسم به غیر خدا. گفت که آقایون وهابی که من عرض کردم که اجماع اهل سنت و الجماعت هست، ابن عبدالبر گفتند که نزد تمام اهل سنت و الجماعت قسم خوردن به نام مخلوقات الله متعال مکروه است و ناجایز هست. در کراهتش و ناجایز بودنش هیچ گونه شکی وجود ندارد. الان برخی گفتند که حرام هست و برخی گفتند که مکروه هست، یعنی درجه حرمتش یک مقداری پایین‌تر است. در این زمینه هیچ اختلافی وجود ندارد به استثنای یک موردی که از امام احمد رحمت الله علیه یک قول مرجوحی نقل شده که ایشون در برخی از روایاتی که در مذهب حنبلی هست گفتند که صرفاً قسم خوردن به نام پیغمبر جایز هست. این استثناء رو من به خاطر صداقت در طرح مسئله عرض بکنم که این مسئله هم از نظر علمی یک مسئله هست که باز هم اشکال داره. ایشون گفتند که توجیهشون این است که چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم جز مواردی هست که ما باید به ایشون ایمان داشته باشیم، پس بنابراین قسم خوردن به نام رسول الله جایز هست، اما به نام بقیه مخلوقات بیج عنوان جایز نیست. که عرض کردم این مسئله در مذهب امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یک مسئله مرجوح و غیر قابل قبول هست به خاطر دلایل قوی و محکمی که در این زمینه وجود دارد. اما آقای سبحانی میگه که دلایل ما بر جواز قسم به غیر خدا. خب وقتی که میگه که دلایل ما، خب مشخص هست که یعنی دلایل شیعه. دلایل وهابیت رو در اینجا که گرچه دلیلی رو ذکر نکرده که وهابی از چی استدلال کردن، فقط دو تا کتاب رو معرفی کرده که نمیدونم صنعانی یا چی گفته و در کتاب الهدیه السنیه چی آمده بود. این دو مورد رو ذکر کردن. دلایل وهابیت را کاش که ایشون می آوردن دلایل وهابیت را مطرح می‌کردند و این دلایل را به صورت کلی نقل می‌کردند، اما این کار رو انجام ندادند. چون یکی از اینا در صحبتاش میگفت که ما مشکل ما با وهابیت این است که هر با اینا بحث بکنیم فقط میگن قال الله قال رسول، نمیشه با اینا بحث کرد. بله، واقعا چون که پایبند قرآن و سنت هستند و من در ابتدای برنامه در اولین برنامه گفتیم که اگر یک جایی ثابت شد که محمد ابن عبدالوهاب یا ابن تیمیه حرفی رو خلاف قرآن و خلاف سنت رسول الله و خلاف اجماع امت مسلمان اهل سنت و الجماعت گفته باشند، ما قولشون رو به دیوار خواهیم زد. یک نکته که برای من جالب بود که ایشون گفتند که دلایل ما بر جواز قسم به غیر خدا این است که ایشون گفتند دلایل ما، اما هیچ قولی رو از ائمه معصومین خودشون نیاوردند. در اینجا به ما قول دادند که من روایات صحیح رو از سنت‌های صحیح پیامبر و پیشوایان معصوم را چراغ فراراه خود قرار میدهم، اما هیچ حرفی رو در این مبحث از اقوال معصومین نیاوردند، در صورتی که اقوال معصومین بنابر گفتار آقای آیت الله گلپایگانی فوق حد تواتر هست، فوق حد تواتر هست. اما ایشون از این روایاتی که فوق حد تواتر هست حتی یک روایت رو هم ذکر نکردم، به جاش اومدند یک مطلبی رو که از قرآن گفتند. خب بالفرض این که ما قبول داشته باشیم که ایشون به قرآن ایمان دارند، قائل به تحریف نباشند. دلایل بعدی رو نگاه بکنیم. دلیل دومش از صحیح مسلم هست، دلیل دوم که دلیل حدیثی هست از صحیح مسلم هست. دلیل سوم که آورده که حدیث دوم هست باز هم از حدیث از صحیح مسلم هست. حدیث سومی آورده از مسند احمد در اینجا آورده، 3 دلیل آورده و در آخر همچنین اشاره کرده در اینجا گفته که امیر مومنان علی بن ابی طالب هم نمونه‌ای که ایشون هم قسم خوردن در نهج البلاغه به نام غیر الله قسم خوردن و همچنین در آخر یک مطلبی را آورده که حتی خلیفه اول هم به نام غیر الله قسم خورده. غیر از این موارد دلیل دیگری من در اینجا ندیدم. اگر ایشون واقعا پایبند به دستورات و روایات صحیح پیامبر و معصومین بود، اولا اگر روایت از پیامبر می آورد، خب مگر شیعه کتاب نداره؟ کافی هست و بقیه کتابایی که شما دارید، چرا از صحیح مسلم آوردید؟ این استدلالتون اگر میخواهید که برای خودتون استدلال بکنید برای شیعه‌تون، این استدلالتون استدلال باطلی هست. شاید بگن که ما این کتابا رو برای اهل سنت نوشتیم که اهل سنت وهابیت رو بشناسن. ما هم از اگر بر مبنای اهل سنت نوشتند، من نظر علمای اهل سنت رو در مورد این روایت هم عرض خواهم کرد.
شما معتقد هستید که امامان شما معصوم هستند. آقای گلپایگانی گفته که روایاتی که در مورد نهی از قسم خوردن به نام غیر الله هست فوق حد تواتر هست. شما باید از این روایات خودتون روایاتی رو می آوردید. اگر از این روایاتی که فوق حد تواتر هست و قسم خوردن به نام غیر الله را منع کرده نمی آوردید، زیرا که نمی خواستید، مثلا شما میگید که جایز هست، خب از روایات دیگری که امامان معصوم شما گفته باشند که قسم خوردن به نام غیر الله جایز هست، این روایت رو می آوردید. امام باقر، امام جعفر در فلانجا گفته باشند با این جمله که قسم خوردن به نام آفریدگان الله جایز هست. یا همان گونه که الله به نام غیر الله و مخلوقات خودش قسم خورده، ما هم میتوانیم به نام غیر الله قسم بخوریم. اما هیچ گونه روایتی رو در این زمینه نیاوردن. روایاتی رو که آوردن انشاءالله با هم دیگر بررسی خواهیم کرد. دلیل اول، قرآن مجید پیشوای اعلا و ثقل اکبر هست و الگوی زنده هر مسلمانی است. در این کتاب 10 قسم به غیر خدا وارد شده است. تا اینجا ما هیچ گونه اشکالی روی حرفیشون نداریم. 10 بله قسم هست و حدودا شاید 40 مورد باشند که الله متعال به مخلوقات خودشون قسم خوردن که گردآوری همه آنها موجب گسترش بحث می شود. ما نمیخوایم که شما تمام این موارد رو بیارید، زیرا که اختلافی در این زمینه نداریم که الله متعال به مخلوقات و آفریدگان خودشون قسم خوردن. خداوند تنها در سوره شمس به 9 چیز از مخلوقات خود سوگند خورده است که آنها عبارتند از خورشید، نور آن، ماه، روز، شب، آسمان خدا و زمین و نفس انسانی و بقیه مواردی که در اینجا ذکر شده. عرض کردم که در این مورد ما هیچ گونه اختلافی رو با آقای سبحانی و با آقای مکارم شیرازی و توسی و مراجع شیعه ما نداریم. خب این مطالب رو در اینجا ذکر کرده. در صفحه بعد، در صفحه 299 این کتاب الان میخواد که این استدلال رو در واقع منعقد بکنه. خب وقتی که الله متعال قسم خورده در قرآن کریم به نام غیر الله، نتیجه چی می شود؟ نتیجهش این است که در اینجا این رو مطرح کرده. میگوید که قرآن کتاب هدایت، اسوه و الگوست. اگر چنین چیزی بر بندگان خدا حرام بود، لازم بود تذکر دهد. اگر قسم خوردن به نام غیر الله حرام بود، لازم بود که تذکر بدهد. من یک سوالی دارم از آقای کی بود اسمشون، آقای سبحانی و تمام کسانی که این سوال رو مطرح میکنن. آیا روایات فوق حد تواتری که از امامان شما ثابت شده اینا تذکر نیست؟ تذکر از چی میخواید؟ یک روایت اگر از امامان شما اومده بود مبنی بر منع و ممنوع بودن قسم خوردن به نام غیر الله، اگر شما شیعه واقعی بودید حرف امام رو بر روی سر چشم خودتون میگذاشتید. جناب استاد، الان شاید آقای سبحانی در محل جواب بگه که برای جناب مولانا ما هم رو حرفمون وایستادیم. الله سبحانه و تعالی سوگند خورده به مخلوقاتش و امامان گفتن شما سوگند نخورید به مخلوقاتش. دلیلتون چی است که امامان گفتن که سوگند نخورید به مخلوقاتش؟ بسیار خوب، این عرض خواهم کرد. منتها این استدلالیشون من کامل بگم که امامان گفتند که به نام غیر الله قسم نخورید. دلیل ما چی هست؟ اتفاقا دلیل صحیح و صریح و بی معارض هست. دلیلی که من از آقایون خواستم که دلایلی رو که مطرح میکنن صحیح باشه و صریح باشه، بی معارض باشه. در این مورد حدیث صحیح و صریح و بدون معارض هست. خدمت بینندگان عزیز من عرض میکنم. خب ایشون میگویند که لازم بود تذکر دهد. اگر واقعا جایز نبود قسم خوردن به نام غیر الله، الله باید قسم میخورد. آیا روایات فوق حد تواتر به عنوان یک تذکر برای شما کافی نیست؟ از امامان معصومتان آمده و بگوید این نوع سوگندها از خصایص خداست. دقیقا همین حرفو چند نفر از امامان شیعه گفتند. چند نفر از امامان شیعه که من معتقد نیستم که اینا امامان شیعه هستند. شیعه خود را به این امامان منتسب میکنند. اگر واقعا این افراد امامان شیعه بودند، حرفشون قبول میکرد. بله، امامان وهابیت. و به جای این که بیاند از صحیح مسلم روایت بکنند، خوب از اقوال امامان خودتون در این زمینه باید حرفی رو میآوردید. برخی از بی‌ذوق‌ها، این تعبیرشون تعبیر جالبی هست. برخی از بی‌ذوق‌ها، من خواهم گفت که این انسان بی‌ذوق کی هست. برخی از بی‌ذوق‌ها، اینا که دیگه سراپا ذوق هست. بله واقعا. برخی از بی‌ذوق‌ها که از اهداف قرآن آگاهی ندارند، از خواندن هم خوب بلدن. برخی از این
بی‌ذوق‌ها که از اهداف قرآن آگاهی ندارند این چنین پاسخ میگویند که ممکن است صدور چیزی از خدا زیبا باشد و صدور همان چیز از غیر او نازیبا باشد. شاید یک انسان بی‌ذوقی، یک انسان جاهلی چنین حرفی رو بزنه، اما این حرفو کی زده؟ امامان شیعه زدند. یعنی توهین کرده به این امام. توهین صریحی هست به امام باقر و امام ابو جعفر ثانی که امام جواد هست. دقیقاً همین حرف رو این بزرگواران زدند. اینو ثابت خواهم کرد. و 2 تا امام بی‌ذوق هم داشتن اینا دیگه همشون این وقتی که روایت متواتر هست یعنی که همشون بی‌ذوق هستن. در ادامه ولی پاسخ آن روشن هست. ایشون دارن به کی پاسخ میدن؟ به امام باقر. به امام باقر و امام جواد. زیرا اگر واقعا واقعیت سوگند به غیر خدا شرک و تشبیه غیر خدا به خداست، چرا چنین شرک علی الاطلاق و یا شرک کوچک را خود خدا مرتکب شده است؟ آیا صحیح است که خدا عملاً برای خویش شریکی قائل گردد و غیر خدا را از چنین شریکی باز دارد؟ این سوالی هست که آقای سبحانی از امام باقر کردن که حالا ما می‌بینیم که آقای امام باقر رحمت الله علیه چه جوابی دادن. خب برای اینکه حرف در واقع منعقد باشه، برای اینکه بحثی مقدارم طولانی بشه، من دوست دارم که نظر آقای آیت الله طبسی رو هم در اینجا ببینیم. جالب این است که آقای آیت الله طبسی فکر کنم که مستقیما از کتاب آیت الله سبحانی تقلبی کردن. دقیقاً همون تعبیرات رو قبلا هم نشون دادن، حتی اسم کتاب رو که از من کشف الارتیاب آورده بودن اشتباه گفته بودن. من فکر میکنم که ایشون مرجعشون کشف الارتیاب نبوده بلکه آیین وهابیت بوده، بدون اینکه آدرسی رو در اینجا بدن. اینا مثل این بچه‌ای که سر کلاس درس وقت امتحان ازم دیگه تقلب میکنم، مثل این آیات اعظام هم این کار انجام میدن. دقیقاً نه حتی آیات اعظام، حتی یعنی مراجع بزرگ شیعه، این امثال توسی و مفید و نمیدونم بقیه، این موارد در کتابشون بسیار فراوان هست. خب در اینجا میگویند در صفحه 303 کتابشون که در مورد نقد وهابیت نوشتن، وهابیت در ترازوی نقد، در صفحه 303 میگه نقد و بررسی دیدگاه وهابیت. قبلا موردی رو که گفته بودند که سنانی چی گفته در هفته گذشته خدمت بینندگان عزیز من ارائه دادم. خود خداوند متعال، پیامبر صلی الله علیه و سلم، صحابه، تابعان و مسلمانان از گذشته تا کنون به غیر خدا سوگند یاد کردند. خداوند در قرآن کریم این موارد قسم میخورد. والعصر و بقیه مواردی که در اینجا ذکر کرد دقیقاً همون مواردی هست که آقای ناصر مکارم و قبل از آقای سبحانی و قبل از سبحانی آقای آملی در کشف الارتیاب ذکر کردن. خب بعد از این که این مطلب رو آورده، آقای سبحانی گفته بودند که اگر برخی انسان‌های بی‌ذوق بیان چنین حرفی رو بزنن، جوابش این هست. این آقای طبسی دقیقاً همین حرف رو با یک تعبیر دیگر گفتند، یک انشاء دوباره این جلوی خودشون گذاشتند و بازنویسی کردند. شاید کسی بگوید ما قبول داریم که خداوند به غیر خودش قسم خورده، ولی این دلیل نمی شود ما هم بتوانیم به غیر خداوند سوگند یاد بکنیم. خب شاید یکی بگه که وقتی که الله قسم خورده به غیر الله، خب الله اختیار داره، ما به عنوان مخلوق و آفریدگان الله اجازه نداریم به آن چیزی که الله قسم خورده ما قسم بخوریم. الان این شاید کسی بگوید، این کس کی هست؟ دقیقاً امام باقر و امام جواد هستند که این حرف رو زدن. این آقایون شرم دارند که بنویسند که عقیده ما برخلاف عقیده امام باقر هست. اومدند آقای سبحانی گفته اگر انسان بی‌ذوقی چون این حرفی بزند، آقای طبسی میگوید که شاید کسی بگوید. این کس کی هست؟ در اینجا مشخص نکردم. در پاسخ به چون اشکالی ما میگوییم، سوگند به غیر خدا از سوی خود خداوند نشان میدهد که چنین کاری نازیبا به شمار نمی رود. این تعبیر نازیبا به شمار نمی رود دقیقاً همون تعبیری هست که آقای سبحانی گفته بود. بر اساس پندار وهابی ها، به جای این که بگی پندار وهابی ها، این با کلمه وهابی ها رو شاید کاش بر می داشتی، می گفتی بر اساس پندار باقر، بر اساس پندار امام جواد، زیرا که این حرف امام جواد هست و امام باقر. خداوند نیز با یاد کردن سوگند به غیر خودش نعوذ بالله باید مرتکب شرک اصغر شده باشد. اکنون از آنان میپرسیم مردم که به پیروی از خدا به غیر او سوگند یاد میکنند چه تقصیری دارند؟ واقعا سوال وجیهه.
یعنی سوالی هست که اصلا جواب نداره و نمیدونم چه جواب باید به این انسان‌های صبحانی بازوق بازوق‌تر بدیم. بله. آیا عمل آنها اشکال دارد؟ کاری رو که الله خودش انجام داده اگر انسان انجام بدهد آیا اشکال دارد؟ به نظر ما چون این سوگندی هیچ اشکالی ندارد. کسی نیست که از این آقای طبسی بپرسه که نظر شما در مقابل کی هست. از یک طرف امام باقر نظرشو گفته، امام جواد نظرشو گفته که آقا این کار درست نیست. ایشون اومدن در مقابل امام باقر و امام جواد گفتن نه نظر ما هم این هست. شما حرفتون خب حرفی باشه که برای خودتون معتبر هست، اما حرف ما، نظر ما در مقابل نظر شما این هست که به نظر ما چون این سوگندی به هیچ اشکالی ندارد، زیرا اگر بندگان با سوگند به غیر خدا مخلوق را از نظر عظمت به خدا تشبیه کرده باشند و کار آنها به دلیل شرک بودن آن نازیبا باشد، آن عمل از سوی خداوند نیز باید قبیح باشد. کاری رو که برای بنده قبیح هست خب برای الله هم باید قبیح باشه. تفاوتی بین الله و بنده نباید وجود داشته باشه، زیرا در هر صورت سوگند به غیر خدا شرک محسوب می شود و صدور آن از طرف خداوند متعال نیز واقعیت آن را تغییر نمی دهد. این خلاصه دلیل اولی بود که آقایون در این کتاب‌های خودشون در واقع ذکر کردند که من کاملا حرف این بزرگواران رو خوندم. فقط یک نکته رو میگم که ایشون میگن که در میان الله و بندگان الله نباید تفاوتی باشه. یکی از صفات الله کبریا هست، تکبر داره الله متعال. آیا جایز هست که ما هم تکبر داشته باشیم؟ هرچی تفاوتی که نباید وجود داشته باشه. اگر تکبر برای الله متعال یکی از صفات کمال هست، خب برای انسان هم باید صفات کمال باشه. چرا الله متعال می‌فرماید که هر کسی تکبر داشته باشه من اون رو واژگون در آتش جهنم میاندازم؟ و خلاصه مطلبی که این دو مرجع شیعه گفتند، نمیدونم که آقای طبسی مرجع هست یا تنها آیت الله العظما هست یا آیت الله الصغرا، نمیدونم. به هر صورت این تعبیر رو دوستان شیعه به من ببخشند. آیات اعظام من گاه وقتی یا اگر اشتباها گفتم مرجع و مرجع نیستند شما معاف بفرمایید. سخنشون این است که یک کاری رو اگر دو نفر متفاوت انجام بدهند نباید قبیح باشه. اگر قبیح هست هر دو تا قبیحه. اگر یک کاری زشت هست خب چه زید اینو انجام بدهد چه امر انجام بدهد هیچ گونه تفاوتی رو نداره. بنابر تعبیر این آقایون اگر الله یک کاری رو انجام داد یعنی زیبا هست، بنده هم انجام بدهد زیبا هست. اگر برای غیر الله نازیبا هست برای الله هم باید نازیبا باشه و همچنین عکسش. اگر برای انسان نازیبا هست برای الله متعال هم باید نازیبا باشه. این گونه درست نیست که الله متعال خودش یک کاری رو انجام بده باز به بندگان بگه نه شما حق نداری این کار رو انجام بدید. دقیقاً نمیدونم چه تشبیه بکنم که بینندگان عزیز اینو بفهمن. مانند این است که یک فردی رفته ازدواج کرده با نکاح شرعی، الان یا با نکاح همون متعه‌ای که آقایون شیعه دارند، خلاص یک زنی رو گرفته. خب کاری که بین زن و شوهر جایز هست همه میدونن. آیا می شود یک فرد بیگانه، یک فرد زانی بیاد با همسر یک فردی همون کاری رو که شوهرش انجام میده همون کار رو انجام میده، زناکار کاری دیگری انجام نمیده، دقیقاً همون کار هست، بیاد استدلال بکنه که چگونه وقتی که شوهر این کار رو انجام میده ثوابه براش حلاله اون وقت برای من حرام باشه؟ مگر می شود که یک کار واحد از دو نفر دو حکم متفاوت داشته باشه؟ جوابش چیه؟ جوابی وجود نداره دیگه. این از نظر عقلی هست که پاسخش رو واگذار میکنیم به خود این آیات اعظام یا مراجع کرام شیعه. اما در جواب اینها ما میریم روی سراغ امامان شیعه که چی گفتن. این انسانای بی‌ذوق به تعبیر آقای سبحانی و اگر کسی بگوید که چنین و چنان هست جواب ما این هست و نظر ما در مقابلش این هست. من کتاب آقای جعفر سبحانی رو میبندم و کتاب آقای امام باقر رو من خدمت بینندگان عزیز باز میکنم. در کتاب فروع کافی، کتاب فروع کافی هست، دوستان نمایش بدن. کتاب فروع کافی و همچنین روضه کافی جلد 6 تا 8 این هست. از این چاپی که ما داریم ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی هست. در این کتاب در صفحه 584 یعنی جلد 7 کتاب اصول کافی هست، جلد
7 کتاب اصول کافی و از این چاپی که بنده دارم صفحه 584 هست. در اینجا یک بابی رو داره، باب 1774 شماره بابش هست. باب عنوانش این است که انه لا یجوز ان یحلف الانسان الا بالله عز وجل، جایز نیست که انسان سوگند بخورد مگر با نام الله متعال. نمیدونم این مراجع بیان این جمله رو برای شیعیان خودشون و برای مقلدان خودشون تعریف بکنن، ترجمه بکنن که در اینجا آقای کلینی گفته که جایز نیست که انسان سوگند بخورد مگر با الله متعال، به نام الله متعال. بگذاریم از این. روایت اول، روایت 11899 از شماره مسلسلی که در کتاب اصول کافی هست. علی ابن ابراهیم از پدرش، از ابن ابی عمر، از حماد، از محمد ابن مسلم. این سند یک سند معتبر هست، روایتش هم صحیحه یا حسن هست، حسن کس صحیح که خدمت بینندگان عزیز نمایش خواهم داد. این روایت رو آقای مجلسی پسر باقر در کتاب مرآت العقول گفتند که حسن هست. در این روایت از محمد ابن مسلم اومده که همون 4 نفر برتر شیعه هست، یعنی 4 راوی برتر شیعه که یک از اونها محمد ابن مسلم هست. قلت لابی جعفر، به امام ابو جعفر یعنی امام باقر من گفتم، قول الله عز وجل واللیل اذا یغشی، واللیل اذا یغشی، همون دقیقاً همون چیزی که آقای سبحانی آورده بودند، گفتند که در قرآن این قسم اومده. و النجم اذا هوا، الله متعال در اینجا قسم خورده به لیل و همچنین به نجم، و النجم اذا هوا. و ما اشبه ذلك، و موارد دیگری که در این مورد اومده که آقای سبحانی گفتند که 10 مورد است. بنده عرض کردم که 40 مورد، شاید بیش از 40 مورد باشند که الله متعال به مخلوقات و آفریدگان خودش قسم خوردند. خب سوال این است که وقتی که الله متعال به مخلوقاتش قسم خورده، آیا ما می توانیم که ما هم مثل الله متعال به مخلوقات الله متعال قسم بخوریم یا خیر؟ امام باقر فرمودند ان لله عز وجل ان یقسم من خلقه بما شاء، الله متعال مجاز هستند که قسم بخورند از مخلوقات خودشون به هر چیزی رو که میخوان، به هر کدام از آفریدگان خودش الله متعال وقتی که قسم یاد بکند و سوگند بخورد این حق و این اجازه را دارد. ولیس لخلقه ان یقسموا الا به، ولیس لخلقه ان یقسموا الا به، و جایز نیست. این لیس را تعریف بگید که معنیش چی هست. جایز نیست، درست نیست، یا اینکه نیست، یک چیزی که نیست، جایز نیست، حلال نیست، مباح نیست. این ترجمه بکنن آقای مراجع برای ما. و جایز نیست برای خلقش، یعنی برای بندگان جایز نیست که قسم بخورند الا به، جز به نام الله متعال. این حرف وهابیته. آیا امام باقر کسی هست که آقای تبسمی اگر کسی بگوید؟ آیا امام باقر بنابر تعبیر آقای سبحانی انسان بی‌ذوقی هست که این حرف رو زدن؟ در ادامه روایت دیگری هست، باز هم با سند معتبر. علی ابن ابراهیم از پدرش، از ابن ابی عمر، حماد از حلبی، عن ابی عبدالله قال لا ارى ان یحلف الرجل الا بالله، من معتقد نیستم، من صلاح نمیدونم، این نظر رو ندارم که کسی به نام غیر الله سوگند بخورد. الان این کتاب رو میگذاریم اینجا. این روایت اول هست که خدمت بینندگان من عرض کردم که از امام باقر هست. غیر از امام باقر از امام جواد هم این مطلب نقل شده. و این عنوان باب که باب انه لا یجوز ان یحلف الانسان الا بالله عز وجل، این در بسیاری از کتاب‌های شیعه وجود دارد. و این نقطه رو عرض بکنم از نظر علمی، وقتی که یک نویسنده میاد یک عنوان بابی رو، عنوان یک باب رو مشخص میکند، یعنی این که روایات در این زمینه صحیح هستند و حداقل یک روایت صحیح دارد که این باب منعقد باشه، نظر خودش رو بیان کرده و روایاتی رو در این زمینه برای اثبات نظر خودش آورده. این کتاب فروع کافی هست. و میریم سراغ کتاب دیگر، تفصیل وسایل شیعه. تفصیل وسایل شیعه، دوستان نمایش بدن. تفصیل وسائل شیعه الى تحصیل مسائل الشریعه، تالیف الشیخ محمد ابن الحسن الحر العاملی، متوفای 1104، جزء 8 هست. این چاپی که بنده در اختیار دارم که چاپ فشرده هست و چند جلد رو در یک جلد چاپ کردن. تصحیح و تدقیق مرکز امام حسن مجتبی علیه السلام لتحقیق و دراسات. در این کتاب ببینیم که در واقع چی میگوید.
در این کتاب در صفحه 325 و در کتاب الایمان هست، صفحه 325 و در کتاب الایمان هست. باز هم دقیقاً همان عنوانی رو که در کتاب فروی کافی بود در اینجا هم وجود داره. از چاپ‌های دیگری که به اصطلاح تک جلدی هستند، این آدرس این کتاب صفحه جلد 16 صفحه 158 هست یا 159. در اینجا میگوید که باب سیوم در کتاب الایمان میگوید که باب انه لا یجوز الحلف ولا ینعقد الا بالله، جایز نیست قسم خوردن و همچنین منعقد نمی شود، که این یک مطلبی هست که دوباره انشاءالله به صورت مفصل تر عرض خواهم کرد. و قسم منعقد نمی شود مگر با الله و اسماء الله الخاصه، اسمای ویژه و اختصاصی الله متعال، و نحو قوله لعمر الله ولا الله، و این جمله لعمر الله ولا الله را اینم گفته که جز مواردی هستند که در واقع قسم شمرده میشن. روایت یکم در این باب هست و روایت 29519 هست، شماره مسلسل کل کتاب. محمد ابن علی ابن حسین با سند خودش از علی ابن مهزیار قال قلت لابی جعفر الثانی، این ابو جعفر الثانی هست، ابو جعفر باقر نیست، این امام جواد هست. بله، میگه من به ایشون گفتم جعلت فداک، من فدایت بشم، فی قول الله عز وجل، در مورد این آیه واللیل اذا یغشی والنهار اذا تجلی و قوله والنجم اذا هوی و ما اشبه هذا. منظور چی هست؟ الله به مخلوقات خودش قسم خورده. الان چیزی که در اینجا مقدر هست یعنی اینکه سائل سوال میکنه که آیا ما هم میتوانیم که به نام غیر الله قسم بخوریم؟ فقال، امام جواد فرمودند که ان الله عز وجل یقسم من خلقه بما شاء، الله به هر چیزی از بندگانش بخواهد قسم میخورد. ولیس لخلقه ان یقسموا الا به، اما بندگانش اجازه ندارند که قسم بخورند مگر با نام خود الله. روایت دوم که در اینجا آمده به اسنادی با همون سند قبلی از شعیب بن واقد از حسین بن زید از امام صادق رحمت الله علیه و رضی الله تعالی عنه این آمده ان آبا یعنی نبی فی حدیث المناهی، در حدیثی که در مورد مناهی هست که چند موردی رو که نهی شده من کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها رو ذکر می‌کند که ایشون فرمودند که انه نهى ان یحلف الرجل بغیر الله، رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی کردند که کسی به نام غیر الله قسم بخورد. امام صادق میاد که پیامبر نهی کردند از این که کسی به نام غیر الله قسم بخورد. و قال من حلف بغیر الله فلیس من الله فی شیء، الی آخر این روایت که در اینجا آورده که و نهى ان یحلف الرجل بسوره من کتاب الله، کسی حق ندارد که به آیه یا سوره از قرآن قسم بخورد. و قال من حلف بسوره من کتاب الله فعليه بكل آیه منها کفاره یمین، اگر کسی به یک سوره قسم بخورد به تعداد آیات اون سوره باید کفاره بدهد. حتی به قرآن قسم خوردن را جایز نمیدونن. این قول امام جعفر صادق هست که نقل میکند از جد خودش. روایت بعدی محمد ابن یعقوب، همین روایتی هست که در کتاب فروی کافی بود، دقیقاً همون روایت علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمر حماد محمد ابن مسلم قلت لابی جعفر، این روایت دوم هست که در این کتاب اومده، دقیقاً همون مطلبی هست که از امام جواد نقل کرده بود، یعنی امام جواد و امام باقر دقیقاً یک مطلب را در اینجا ذکر کردند. و همچنین روایت بعدی که از ابی عبدالله هست لا ارى للرجل ان یحلف الا بالله، من مناسب نمیدونم یا جایز نمیدونم برای کسی که قسم بخورد مگر به نام غیر الله متعال. و بی‌ذوق بودن جناب استاد، واقعا که انسانای بی‌ذوق یا به تعبیر آقای طبسی یک کسی اگر این حرف رو بزند ما اینطور جواب میدیم مبارکتون باشه که امامان حرف امامان معصوم رو به دیوار میزنید. اون وقت هم ادعا میکنند که ثقلین قرآن و نمیدونم اطرت ثقل اکبر و ثقل اثقل و اصغر و نمیدونم ما پیرو اهل بیت هستیم و امامان معصوم شیعه و این حرفا. در اینجا در امین کتاب جلد 16 صفحه 141 بابی رو داره، باب ان الیمین لا تنعقد بغیر الله، ان الیمین لا تنعقد بغیر الله، قسم به نام غیر الله متعال اصلا منعقد نمی شود. یعنی اگر کسی به نام غیر الله 1000 مرتبه قسم بخورد گویا که اصلا قسم نخورده، اصلا قسمی شمرده نمی شود. در اینجا روایت متعددی رو در اینجا آورده
و روایت از جعفر هست که از پدرش نقل کرده از امام علی رضی الله تعالی عنه قال اذا قال الرجل اقسمت او حلفت فليس بشيء حتى يقول اقسمت بالله او حلفت بالله. اگر کسی بگه من قسم خوردم یا سوگند خوردم به نام چیزی دیگر غیر از الله، این هیچی شمرده نمی شود، این قسمی نیست که منعقد بشود مگر در صورتی که بگوید اقسمت بالله، قسم به خدا بخورد، یا حلفت بالله. روایت بعدی باز هم از امام ابو جعفر لا تتبعوا خطوات الشیطان، دنبال گامه های شیطان نروید. قال كل یمین بغیر الله فهی من خطوات الشیطان. هر قسمی به نام غیر الله این در واقع پا نهادن پشت سر شیطان هست، پیروی از شیطان شمرده می شود. و روایت متعددی که در این زمینه اومده. خب تا اینجا روایاتی رو که از کتاب‌های شیعه در این مورد اومده من خدمت بینندگان عزیز تعدادی رو عرض کردم، وگرنه اگر بنابر قول آقای گلپایگانی بخوایم که تمام روایات فوق حد تواتر رو در این برنامه ما بیاریم و مطرح بکنیم، تا آخرین برنامه باید این روایات رو ما خدمت بینندگان عزیز بخونیم. خب روایتی رو که از امام باقر من عرض کردم خدمت شما بینندگان عزیز، روایتی که از امام باقر بود که الله متعال سوگند میخورند به نام مخلوقاتش و مخلوقات اجازه ندارند که به نام غیر الله در واقع قسم بخورند. در کتاب من عرض کردم که خود آقای مجلسی، باقر مجلسی، در مرآت العقول 10 باب این روایت را گفته که حسن هست، روایت را گفته که حسن هست. اما پدر ایشون یک مطلبی بالاتر از این گفته، من به خاطر این از کتاب پدرشون این آدرس میدم و از کتاب خود آقای مجلسی نیاوردم. در کتاب روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، روضة المتقین شرح من لا یحضره الفقیه لمؤلفه، با این القابی که در اینجا دادند، المولا محمد تقی المجلسی، پدر باقر مجلسی، ناشرم بنیاد فرهنگ اسلامی حاج محمد حسین کوشانپور. البته این روایت رو حالا بخونید ما میشنیم ان شاء الله، منتها شاید این روایت رو رد بکنن آقایون مراجع. بسیار خوب. چون میدونید که ایشون حشیش میزدن، گفتن شاید موقعی که حشیش زدن این روایت رو همینطوری آوردن دیگه، زیاد شما هم گیر ندید بهش. نه نمیشه که این روایت رو چی بکنم، زیرا که خب پسرشون اونم حشیشی بوده، آقای مجلسی پسر، اونم گفته حسن هست. و غیر از این فاضل لنکرانی که جز معاصرین از آیت الله فاضل لنکرانی در کتاب تفصیل الشریعه در صفحه 222 این گفتند که این روایت صحیح است. غیر از فاضل لنکرانی، محقق نراقی در کتاب مستند الشیعه جلد 17 صفحه 466 گفته که این روایت صحیح است. یعنی افراد زیادی، من نمیخوام که تمام کسانی که این روایت رو تصحیح کردن عرض بکنن، زیرا که در این هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداره. در اینجا روایت رو آورده در صفحه جلد 28 این کتاب هست و پرینتی که من گرفتم شماره صفحه نیافتاده، میگه و فی الحسن کالصحیح و فی الحسن کالصحیح، و در روایتی که حسن هست کالصحیح در حد صحیح هست. روایت حسن کالصحیح، همون حسن که باشه برای ما کافی هست. وقتی که حسن کالصحیح باشه این دیگه در بالاترین درجه هست. غیر از این که ولو اینکه روایت ضعیف باشه، ولو اینکه روایت ضعیف باشه. آقای آیت الله گلپایگانی گفتند که روایات نهی از قسم به غیر الله فوق حد تواتر هست. آقای ابوالقاسمی هم که در این زمینه ملفوظات بسیار زیادی رو دارن. وقتی که روایت دیگه متواتر هست دیگه خب دیگه نیازی نیست که ما بگیم این روایت صحیح، ضعیف، نمیدونم حسن هست، موثق هست، دیگه این حرفا مطلب به بررسی سندی هم نیازی نداره، یعنی اینکه مطلب ثابت هست. و فی الحسن کالصحیح عن محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم از امام باقر روایت کرده قال قلت لابی جعفر علیه السلام قول الله عز وجل واللیل اذا یغشی والنجم اذا هوی و ما اشبه ذلك فقال ان لله عز وجل ان یقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه ان يقسم الا به. و روایت دیگری رو در اینجا هم در واقع ذکر کرده که من به همین یک روایت در اینجا اکتفا میکنم. پس بنابراین به آقای آیت الله جعفر سبحانی و آیت الله طبسی و همچنین آیت الله ناصر مکارم شیرازی که در کتاب خودشون سوگندهای قرآن کریم، سوگندهای پربار قرآن کریم در گفتند که قسم خوردن به نام اولیاء الله یا به نام ائمه در واقع جایز هست. اینو ان شاء الله خدمت بینندگان عزیز من نمایش خواهم داد. عرض میکنم که امامان معصوم شما فرمودند که قسم خوردن به نام غیر الله جایز نیست.
آقای سبحانی میگفتند اگر انسانهای بی‌ذوقی قرآن را نخوندند اگر این حرف رو بزنند، ما این گونه جواب میدیم که اینا فرق نمیکنه. چیزی که برای خدا جایز هست برای مخلوق هم جایز هست. خب امام معصوم شما که به قول شما قولش واجب الاتباع هست، معصوم هست، حرف بی ربطی رو و حرف نادرستی رو نمیزنن، آن هم با سند صحیح و با روایات متواتر هشدار دادند، گفتند که مواظب باشید الله متعال به مخلوقاتش قسم میخورد، اما شما اجازه ندارید که به نام غیر الله و مخلوقات الله متعال قسم بخورید. گرچه شما نظر خودتون رو بیان کردید و قول امامان معصوم رو به دیوار زدید، ثابت کردید که شما شیعه اثناعشری نیستید، پیرو مکتب ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم نیستید، بلکه یک مذهب جدا از اجماع مسلمانان رو آوردید. من قبلا از خود علمای شیعه متقدمین شیعه نقل کردند که اصلا قسم خوردن به نام غیر الله گناه و معصیت هست و درست نیست، ناجایز هست. اما شما معتقد هستید که برخلاف وهابیت که در کنار وهابیت امام باقر هم هست و امام در واقع جواد هم هست که میگن قسم خوردن به نام غیر الله متعال جایز نیست. من یک سوالی دارم که آیا محمد ابن عبدالوهاب اونگونه که ما میبینیم همین حرفی رو زدند که امام باقر گفته، چیزی دیگری در کتاب خودش اینو نگفتند؟ آیا محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه پیرو اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده اند، یا این که امام باقر و امام جواد وهابی بودند؟ کدوم یکی رو قبول میکنید؟ گزینه سوم که در این نامه‌ای که من به شما نوشتم از شما خواستم این است که بیایید ثابت بکنید که این حرف امامانتون و در کنارش ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب باطل هست، با سند صحیح، روایات صحیح و صریح و بیمارز بیایید اینو ثابت بکنید تا اینکه برای مقلدان شما و برای طلاب شما هم انشاءالله این قضیه کاملا روشن و واضح و آشکار باشه. و سوال دیگری که من دارم این است که با چه مجوزی شما مقلدان خودتان را به جهتی سوق می‌دهید که امامان شیعه آن را شرک نامیدند؟ روایت رو در هفته گذشته آوردم و امروز هم اشاره کردم که در کتاب مستدرک وسائل و اوالی و بقیه کتاب اومده، توسی آورده بود این رو در کتاب خودش. چرا شما شیعیان را، مقلدان خودتان را به جهتی سوق می‌دهید که امامان اهل بیت گفتند که این کفر هست و شرک هست؟ الان چه شرک اصغر باشه یا چه شرک اکبر باشه؟ بنابر چه دلیل و مجوزی شما در برابر نص صحیح و صریح و غیر معارض و بلکه متواتر ائمه خودتون اجتهاد میکنید؟ آیا اجتهاد در مقابل نص و قول امام جایز هست؟ قطعا جواب شما این است که جایز نیست. پس بنابر چه دلیل و با چه مجوزی شما قول امام معصومتان را به دیوار زدید؟ الله المستعان. بله بینندگان عزیز گرامی، اگر شنیده باشید روایتی رو به دروغ به امامان اهل بیت نسبت میدن که خالف العامه فإن فیه الرشاد، با عموم مسلمان ها مخالفت بکنید که راه درست همون راه هست. و امامان اهل بیت هم چون از جمله ائمه بزرگوار عامه مسلمان ها و اهل سنت هستند، اونا هم در این ضمن قرار گرفتن و امروز ثابت شد بر شما عزیزان که حتی مراجع اینها، علمای اینها، آیات عظام اینها مخالف صریح اقوال اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم فتوا میدن و کتاب می نویسن و بلکه به اونها توهین هم میکنن و اونها رو انسانهای بی‌ذوق خطاب میکنن. با برنامه امامان وهابی شیعه در خدمت شما عزیزان هستیم. میان برنامه میبینیم و دوباره برمیگردیم خدمت شما بزرگواران. با ما همراه باشید.
في الحشر تأتي الخصوم. اینجا وادی خدید است، 130 کیلومتری شمال مکه مکرمه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با تحمل زحمات و مشقات فراوان از این مسیر به طرف مدینه منوره هجرت نمودند تا دین مبین اسلام را برای ما برسانند و اولین حکومت اسلامی را در شهر مبارک مدینه منوره تأسیس نمایند. ما در وصال حق همگام با نبی رحمت برای اعلای کلمت الله این راه را ادامه خواهیم. سيأتي الضياء سيأتي الضياء برغم الغيوم. تلوح ومنهج يتألق. با سلام دوباره خدمت بینندگان عزیز گرامی، با شما عزیزان هستیم و قسمت پایانی برنامه که تماس‌های شما عزیزان را خواهیم داشت و موضوع برنامه امامان وهابی شیعه و چرا الله سبحانه و تعالی به بندگانش قسم خورده. و سوال ما از شما عزیزان این خواهد بود که حرف کی رو قبول دارید؟ حرف مراجع شیعه یا امامان شیعه یا محمد ابن عبدالوهاب؟ در حالی که حرف محمد ابن عبدالوهاب و امامان شیعه هیچ فرقی نداره در این زمینه. قبل از اینکه تماس شما عزیزان رو بگیریم، از همین الان عزیزان دارن تماس میگیرن. جناب استاد مثل این که مطلبی رو دوست دارن نشون بدن از کتاب. برای تأکید بیشتر من ابتدا همین روایت رو دوباره خدمت بینندگان نمایش میدم اگر دوستان اینو فعال بکن دوربین رو. قول امام باقر را قلت لابی جعفر در مورد قسم خوردن این که الله متعال به نام غیر الله و به مخلوقاتش قسم میخورد و امام جعفر و همچنین امام باقر و همچنین امام جواد فرمودند که شما اجازه ندارید قسم بخورید. ان لله عز وجل ان یقسم من خلقه بما شاء و لیس لخلقه ان یقسم الا به، که الله متعال به هر چی بخواد قسم میخورد اما شما اجازه ندارید که به مخلوقات و آفریدگان الله متعال در واقع قسم بخورید. این حرف امام معصوم شیعه هست، نه تنها حرف یکی از امام بلکه حرف چند تن از امامان شیعه بود که آقایون جعفر سبحانی گفته بود که امامان کسانی که این حرف رو میزنند بی‌ذوق هستند که این حرف رو میزنند اطلاعی از قرآن ندارند. الان ببینیم که وهابیت در این زمینه چی میگوید. محمد ابن عبدالوهاب و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دوستان نمایش بدند این کتاب را. کتاب مجموع فتاوا هست. شیخ الاسلام احمد ابن تیمیه قدس الله روحه، جمع و ترتیب فقیر الی الله عبدالرحمن ابن محمد ابن قاسم عاصمی هست و جلد اول این کتاب که کتاب توحید الالوهیت هست. جلد اول کتاب مجموع فتاوای شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه است. ایشون در این کتاب در جلد اول در صفحه 345 یک مطلبی رو در اینجا آوردن. دقیقاً همین حرفی رو که امام باقر زدند و امام جواد زدند ابن تیمیه رحمت الله علیه حرفی غیر از این نزدند. دقت بکنید به اینجا در صفحه 345 ایشون میگه که فإن قیل الرب سبحانه و تعالی یقسم،
اگر گفته بشود که الله متعال قسم میخورد به ما شاء من مخلوقاتی، مواردی رو که آقای طبسی و سبحانی گفته بودند، ولیس لنا ان نقسم علیه الا به، ما چرا نتوانیم به نام غیر الله قسم بخوریم مگر به نام خود الله باید قسم بخوریم؟ فهلا قیل، چرا شما این مطلب رو نمیگویید که یجوز ان یقسم علیه به مخلوقاتی، همان گونه که الله به مخلوقات خودش قسم میخورد، برای ما هم باید جایز باشد که به مخلوقات الله قسم بخوریم. و ان لا یقسم علی مخلوق الا بالخالق تعالی. قیل، جوابشون چی هست؟ قیل، ما جواب میدیم که لأن اقسامه به مخلوقاته من باب مدحه و ثناء علیه و ذکر آیاتی. جواب این است که قسم خوردن الله متعال به مخلوقاتش این از باب مدح و ثنا هست که الله متعال مدح و ثنا کرده و آیات خودش رو ذکر کرده. یک موردی رو که الله متعال بهش قسم میخورد، این به این معنی هست که اون موردی که الله متعال قسم خورده میخواهد که عظمتش رو بیان بکند، میخواهد که مردم جلب توجه بشود به طرف اون مورد و بیشتر تدبر بکنند. و اقسامنا نحن بذلک، اگر ما به اون مخلوقات الله قسم بخوریم، شرکن، این در واقع شرک هست بنابر روایاتی که امامان شیعه و اهل سنت روایت کردند. بذلک شرکن اذا اقسمنا به، در صورتی که ما قسم بخوریم به نام غیر الله، به چه منظوری؟ لحظ غیرنا، تا اینکه کسی رو مجبور بکنیم که یک کاری رو انجام بده، تشویق بکنیم، او لمنعه، تا اینکه قسم بخوریم که فلانی کار رو انجام ندهد، او تصدیق خبرین، یا اینکه حرف ما رو قبول بکند، یا اینکه تکذیبش رو قبول بکند. این در واقع شرک هست. اما الله متعال میتواند که به مخلوقات خودش قسم بخورد. دقیقاً همان حرفی هست که امام باقر گفته بودند و آقای سبحانی گفته بود که این حرف انسانهای بی‌ذوق هست. و در کتاب دیگر تیسیر العزیز الحمید فی شرح کتاب توحید، دوستان نمایش بدن، تیسیر العزیز الحمید فی شرح کتاب توحید، تالیف شیخ سلیمان ابن عبدالله ابن محمد ابن عبدالوهاب، مکتبه ریاض الحدیثه، در اینجا این همین مطلب رو آورده و بیان میکنند. فإن قیل ان الله تعالی اقسم بالمخلوقات فی القرآن، دقیقاً همون سوالی که از امام باقر شد و از امام جواد. اگر کسی اعتراض بکند و بگوید که الله متعال در قرآن به مخلوقات خودش قسم خورده، شما وهابیت چرا ما رو نمیگذارید که به نام غیر الله قسم بخوریم؟ همون جوابی رو که امام باقر داده بود، همون جواب را در اینجا وهابیت داده. هم ابن تیمیه قبلا عرض کردم و همین کتاب شرح کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب هست. قیل ذلك یختص بالله تبارک و تعالی، جواب میدیم که این مخصوص الله متعال هست. فهو یقسم بما شاء من خلقه، الله متعال قسم میخورد به مخلوقاتش به هر چیزی که بخواهد. دقیقاً همون حرف امام باقر و امام جواد. لما فی ذلك من الدلاله على قدرت الرب و وحدانیته و الهیته و علمه و حکمته و غیر ذلك من صفات کماله، زیرا که قسم خوردن الله متعال به مخلوقاتش معنیش قدرت رب، وحدانیت رب، معبود بودن و علمش و حکمتش و دیگر صفات کمال الله متعال هست. این بیانگر این صفات کمال الله متعال است. و اما المخلوق فلا یقسم الا بالخالق تعالی، مخلوق فقط باید به نام خالق قسم بخوره. همون حرفی رو که امام باقر فرموده بودن، فالله تعالی یقسم بما شاء من خلقه و قد نهانا عن الحلف بغیره، و ما رو منع کرده از قسم خوردن به نام غیر الله. روایات فوق حد تواتر در مذهب شیعه و روایات صحیح و صریح در مذهب اهل سنت و که از رسول الله نقل شده. و قد نهانا عن الحلف بغیره فیجب علی العبد التسلیم والاذعان لما جاء من عند الله، پس بنابراین واجب هست بر انسان مسلمان که تسلیم بکند و بپذیرد اون چیزی که از جانب الله متعال اومده. وقتی که روایات فوق حد تواتر اومده از امامان شیعه، شیعیان واقعی باید تسلیم بشوند و اذعان بکنند و قبول بکنند، نه این که بگویند که این حرف انسانهای بیخرد هست یا انسانهای بیذوق هست یا کسانی هست که آشنایی ندارند و بخواهند که با این توجیهات قول امام معصوم خودشون را به دیوار بزنند. مطالب دیگری هست اما وقت بینندگان عزیز رو من نمیخوام بیشتر از این بگیرم. جزاکم الله خیر. بله بینندگان عزیز گرامی، از همین لحظه ما تماس شما عزیزان را خواهیم گرفت. امیدواریم دوستان در رابطه با موضوع برنامه صحبت بکنن و این تاکیدم خدمت شما عزیزان داشته باشم که موضوع برنامه چرا الله سبحانه و تعالی به بندگانش قسم خورده و چرا آخوندهای شیعه مردم را تشویق میکنن که به غیر الله سبحانه و تعالی قسم یاد بکنن. بله سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. داداش یه سوالی داشتم. میبخشید اگر در رابطه با موضوع برنامه اگر مطلبی دارید. من تشکر میکنم. بینندگان گرامی، برنامه پرسش و پاسخ روزهای دوشنبه است. عزیزانی که در رابطه با موضوع برنامه صحبتی دارند در خدمتشون خواهیم بود. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید. الو، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام آقای انصاری عزیز. آقای انصاری عزیز، من فقط میخواستم صداتون رو بشنوم، چون چند وقته من با سوال برنامه زنگ نزدم. من افغانم، از ولایت هرات افغانستان، مهاجرین تو ایران. فقط میخواستم صدای تو رو بشنوم. این برنامه خوبتون آقای انصاری عزیز. خداوند شما حفظ کنه. خداوند زنده باشید. سلامت باشید. الله مطالب ستون کنه. زنده باشید برادر عزیز. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. بیننده گرامی، بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. خواستم در رابطه با این برنامه که ما نمایش داده مولانا عبدالقدوس بسیار منطقی و علمی صحبت کردن و در ضمن این اضافه میکنم که خداوند عقل سالم ایجاد میکنه که خداوند ذات کبریا و اعلی و بالا است. مقام ذات خداوند یکتا هیچ مقامی وجود نداره. درست. از این رو قسم یاد میکنه به مخلوقات خودش. مخلوقاتش هم خیلی زیبا، خورشید، ماه، خانه خدا، بیت المقدس، همینطوری که شما بیشتر میخوانید بیشتر میدونید. دیگه نیازی نیست که کسی مشورت بطلبه. همینطوری که امامان سلف گفتن، از خود نگفتن، از قرآن ریشه گرفته. طبق قرآن منطق احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است. درست. تشکر از شما برادر عزیز. باید افتخار همه مسلمانان. ما باید افتخار کنیم به این چیزایی که واقعیت داره و میشنویم و میبینیم، با لجبازی و با صحبتایی که تفسیر بدیم از اصل مطلب. همین میخوام سلام و احترامات به شما و تمام. تشکر از شما. الله مطالب ستون کنه. بارک الله فیک. تشکر از شما. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. میخواستم با هم صحبت کنم. دارید با من صحبت میکنید برادر عزیز، بفرمایید. میخواستم از برنامه خوب تشکر کنم. تشکر از شما برادر عزیز. الله مطالب ستون کنه. زنده باشید. خدا نگهدار. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. این جناب استاد حالتون چطوره؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب استاد. من خب خیلی وقت بود میخواستم با تماس بگیرم. البته یه بار توی برنامه تلویزیون تماس گرفتم و صحبت کردم. منو خداوند یک از کشور اروپایی هدایت کرد. بعد خدا رو شکر اول یه کار خدمت استاد کنم که یکم خوشحال بشین همه زحمت. باذن الله من در از 3000 نفر شهرم فقط به هدایتشون کردم به الله و انشاءالله الان بیشتر خانواده هم کتاب‌پرست شدن و حدوداً 70-80 نفر از خانواده همون همه کتاب‌پرست الحمدلله به شما کردم. بله من در مورد این برنامه‌تون صحبت کنم که خب من وقتی صحبت از هدایت میشه خیلی از فکرهای مختلف مردم صحبت میکنم و میبینم که این همین قسم خوردن به غیر از خدا
خودش یه راهی بوده برای اینکه از خداوند دور بشن. یعنی که قشنگ حس میکنه که اینا از خداوند دور شدن. حالا چرا؟ چون خود یکی از این مورداییه که همین جناب آخوندان شیعه باعث شدن که مردم از چیز دور بشن. درست. و متشکرم خیلی هم از برنامه‌تون. تشکر از و شما. انشالله خدا الله شما مطالب هم ستون ما رو کنه. الله مطالب زنده ستون باشید. کنه. خدا نگهدار. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید. سلامت باشید برادر عزیز. الله مطالب ستون کنه. من احمد هستم از هرمزگان. بفرمایید احمد آقای بزرگوار. کتاب آقای کی بود که درباره غیر الله گفت؟ درباره غیر الله گفت. این آیت الله جعفر سبحانی بود و آیت الله نجم الدین طبسی گفته بودن که این ائمه‌ای که گفتن به غیر خدا قسم نخورید آدمای بی‌ذوقی بودن. بله اینا میخواهند که الله به مخلوقاتش قسم نخورده، اینا میخواهند که به مخلوقات خودشون قسم بخورند. درست. تشکر از شما برادر عزیز. به الله مطالب مخلوقات ستون. خودشون، امامزاده‌هاشون خود کردن میخواهند قسم بخورند. به نظر شما هدفشون این است که بازار همین گنبد و بارگاه و امامزادهای خودشون رو گرم بکنن؟ بله بله. تشکر از شما برادر عزیز. احمد آقای گل. تشکر از شما. خدا حافظ شما. خدا سلامت نگهدار. باشید. خدا نگهدار. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی. ضمن عرض سلام خدمت مجریان محترم. چون متاسفانه اکثریت شیعیان هدفشون از قسم خوردن کلا سر همدیگر گذاشتن هست، پس بهتره که با اون مخلوقات خدا قسم بخورن. انشاءالله که موفق باشید. سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. الله مطالب ستون کنه. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. باشید. سلامت باشید. استاد حالا اول شما خیلی ممنون. این درباره قسم خوردن برنامه درسته؟ بله بله. خب این قسم خوردن تو ایران اگر نباشه نمیتونه کاسبی کنن. خب یارو میگه مثلا به ارزاز عباس من اینا خیلی این قیمت به ارزاز عباس میشه این قیمت. این یه جور کلید و خود رمزشونه. چیکار کنه اگه قسم نخورن؟ کسی حرفش باور نمیکنه. کلا قسم خوردن یه کلید رمز. چیکار کنه؟ علی جان میگه مثلا مشکل ما این است که آیات اعظام میگن که اینایی که میگن به غیر خدا قسم نخورید اینا انسانهای بی‌ذوقی هستن. یعنی امام جواد و امام باقر. بله خب نونشون بریده میشه قسم نخورن. یارو مثلا میره روز اول مجلس قسم بخوره به قرآن، بعد راحت میگه همه کار میکنه. درست. تشکر علی جان. تشکر از شما. قربان شما. سلامت باشید. خب میگم که موجب میشه نونی رو بریده میشه. درست. یه جو قسم برای اینا یه نونیه دیگه. قربان با سلامت. تشکر از شما. خدا نگهدار. خدا حافظ. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. لطف کنید صدای گیرنده رو ببندید بیننده گرامی تا بتونیم راحت صحبت کنیم باهات. احمد آقا صدای تلویزیون رو ببندید خواهشاً. احمد جان برادر عزیز اهوازی صدای تلویزیون رو ببندید لطفاً. خب ایشون ظاهرا صدای ما رو نمیشنن. تماس بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید. عباس هستم از ایران. عباس جان بفرمایید برادر عزیز. آره من الان زدم که به کسی نظرش کردم در مورد قسم گفته بودین درسته؟ بله ما خدمت بینندگان اینجا تقریبا 12 مصدر از مصادر شیعه رو که نشون دادیم که احادیث صحیح وجود داره که ائمه بزرگوار اهل بیت خاصتا امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام جواد، محمد جواد اینا منع کردن از قسم خوردن به غیر الله.
آقای تبسی و آقای جعفر صبحانی 2 تا از آیات عظام قوم گفتن که اینا انسان‌های بی‌ذوقی بودن که گفتن به غیر خدا قسم نخورید. یعنی به غیر از خدا من امروز بحثی برآمد پیش اومد. خب بله. تو خونه خودمون بعد من طبق روال همیشگی طبق عادت همیشگی من گفتم به ابوالفضل من این کارو نکردم. به هم بابام گفتم نه تو قسم دین خودتو بخور. گفتم قسم دین ما ناکو دین منو تو نداره، ما یه خدا داریم. من میتونم بگم خدا شاهده. خب یعنی که نمیتونم بگم نه به خدا قسم. اینا قسم و دالا قسم و دروغ گفتن راست گفتنش میگن مثل معصیت داره. درسته؟ این کار رو گفتم. درست. بعد گفتم نه، ولی بعد بهشون گفتم من اگه دارم میگم به ابوالفضل، به حضرت علی، به امام حسین یا به امام حسن، برکی آخه این قسم نیست، این روال ما شده. یعنی من آخه بعضی اوقات من پیش میاد واسم یه قضیه میخوام یه چیزی بلند کنم میگن یا علی. خب بعد یه لحظه مکس میکنم. خب من میگم خب من گفتم یا علی دیگه، این عادته، یه چیز به زبونیه. ولی بابت قسم خوردم از بکنم راست و دروغ خب معصیت داره. من یه سری خواستم قسم بگم. من توی دادگاه بودم، یه قضیه به من پیش اومده بود، گفتن که باید قسم بخوری. گفتم قسم به چی؟ گفتن با قرآن وضو بگیری بیا قسم بخوری سن قرآن. گفتم نه من قسم نمیخورم، من شاهد میارم. حالا اگه یه آقایی که فکر میکنی این قضیه رو راست گفته چون بیاد قسم بخوره و قضیه اون خیلی راحت. حالا من قسم خوردنم من دیدم که به راحتی قسم میخوردم نه با قرآن. من اینم دنبال لحظه ای هم، دنبال اینی که اگه گفتی آره با خدا قسم قضیه باید پیش اومده همون لحظه، حالا اگه دروغ هم گفته باشی خدا نه کنید یه چیزی هستن خدا انقدر صبر داره که سعی میکنن بکنم نسبت به قسم همون قضیه پیش میاد. همین قضیه که گفتم حالا میگن به حضرت عباس، به ابوالفضل، به امام حسین. من خودم امروز دارم پیش اومده دیگه یه لحظه من گفتم به ابوالفضل. عباس جان انشاءالله جناب حضرت مولانا در مورد این گونه قسم‌ها هم صحبت خواهند کرد. تشکر از تماستون برادر بزرگوار. دستتون در نکنه. مرسی. متشکرم. سلامت باشید. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام. اسدالله هستیم از افغانستان. ما می‌خواستیم یک سوال کنیم پیچی از در یک مسند احمد یک حدیث آمده است درباره پیامبر صلی الله علیه و آله قسم خورده میتونید. آیا این درست است یا صحیح؟ حضرت مولانا در این مورد صحبت کردن در شروع برنامه، بازم ان شاءالله توضیح خواهند داد. تشکر از شما. زنده باشید. زنده باشید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید من میخواستم با سلامات تماس گرفته باشم. صداتون واضح نیست بیننده گرامی، اگر واضح تر صحبت کنید. برنامه وسایل حق تماس گرفتن. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد شما درست نخیدی؟ بله بفرمایید برادر گرامی از تاجیکستان. من برنامه با شما خدا کردن خوبه. امروز آزم نتونستم فردا زاده شدم تامی تاجیکستان افتیدید. من متوجه نشدم احمد جان، شما چیزی فهمیدید؟ بعد از برنامه انشالله میتونید زنگ بزنید به همین شماره، انشالله من در خدمتون خواهم بود. تشکر از شما. خدا نگهدار. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم. سلام، برنامه وصال حق. وصال حق، بفرمایید. میخواستم با برنامه صحبت کنم. بفرمایید، دارید با من صحبت میکنید. الو سلام. سلام و رحمت الله. خوبی شما؟ الحمدلله. آقا من تشکر میکنم از برنامه خوبتون. امیدوارم که موفق باشید. سلامت باشید برادر عزیز. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. سلامت باشید. تشکر از شما برادر. تشکر از شما. برای سلام علیکم بفرمایید. آقای انصاری سلام عرض کردیم خدمت شما و آقای مولانا دهقان.
آقا محمد عزیز علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواستم یه مشارکتی داشته باشیم برنامه بفرمایید آقا محمد. اصلا که البته قسم خوردن، البته ما چیزی که تو مذهبمون هست و تو رساله های عملی نوشتن، اصلا قسم غیر از خدا به عنوان قسم حساب نمیشه، هیچ حکمی نداره. نه به هر صورت اصلا چیز ردیه. یعنی اگر میخوان قسم بخورن به معنی مفهوم قسم باشه باید به نام خدا باشه، غیر از خدا به هیچ عنوانی پذیرفته نیست، به هیچ حکمی هم نداره. حتی گفتم مثلا به صفات پروردگارم میشه قسم خورد. اینی که در کجا گفته این قضیه رو که قسم خوردن به غیر الله اصلا جایز نیست؟ تو رساله عملیه، تو رساله های عملی همه جا در باب قسم خوردن اینا رو توضیح دادن، تو تمام رساله هم هست. خب چرا سوال من این است که چرا آیت الله سبحانی و آیت الله مکارم شیرازی تو این کتاباشون گفتن قسم خوردن به نام غیر خدا جایز است؟ اگر اصلا قسمی نیست خب حرفی نداریم. مراجع شما درسته، اون چیزی که در کتابای توضیح المسائل نوشتن بله من قبول دارم، اما چرا اصرار دارند که برخلاف نظر امامان معصوم ثابت بکنند که قسم خوردن به نام غیر الله جایز هست؟ سوال اینجاست. ببینید آقای دهقان عزیز، اینا میفرمایند که اصلا قسم نیست. اونی که شما میگید مثلا به جان فلانی، این اصلا قسم نیست، این یه چیز رایجیه بین خود مردم. این بین خود مردم اینا رد و بدل میشه. این دوربین فعال بکنید در اینجا. محمد آقا بزرگوار دوربین رو فعال میکنن، شما نگاه بکنید اینجا. دلایل ما بر جواز قسم به غیر خدا، این قسم به غیر خدا هست یا نیست؟ چطور میگن قسم نیست؟ دلایل ما بر جواز قسم به غیر خدا هم ایشون گفتند، هم ناصر مکارم شیرازی در کتاب سوگندهای پربار قرآن گفتند و هم آیت الله طوسی و خیلی دیگر از مراجع معاصر شما گفتند. یعنی میخوان برخلاف نظر امامان شیعه ثابت بکنند که قسم خوردن به نام غیر الله جایز هست. من اینا رو که خب برای انسان‌های عادی هستن، مثل من شما هستن که گفتن اینا رو. خب تشکر از شما آقا محمد بزرگوار. آقای انصاری، من آقا محمد بزرگوار ببینید برادر عزیز، آقا محمد عزیز، ببینید من محمد انصاری، شما محمد یزدی، جناب مولانا عبدالقدوس دهقان، حرف ما در دین ارزشی نداره. حرف رسول الله صلی الله علیه و سلم و قرآن کریم است که اینها طوری که الله سبحانه و تعالی میفرماید که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اینها است که شریعت و دین رو ساختن. شما میفرمایید که اینا قسم نیست. بابا آیت الله العظما جعفر سبحانی یکی از مراجع بزرگوار میگه که قسم خوردن به غیر الله جایز است و میگه که دلیلم میاره که خداوند به مخلوقات قسم خورده. و امروز از الف تا یا در جامعه تشیع میبینیم که به مهدی، به زهرا، به ابوالفضل، به علی، به حسن، به حسین، به همه اینا قسم میخورن. خب حالا اجازه بدید، اجازه بدید. خیلی مختصر تو کتاب صحیح مسلم به جان پدرش حضرت رسول الله قسم میخورن. همه اینا رو میرسیم، همه اینا رو ما ذکر کردیم. برادر عزیز آقا محمد عزیز، ما همین چیزها رو خوندیم از کتاب آقای سبحانی اگر متوجه شده باشید. دلیل اول، دلیل دوم، دلیل سوم، میگم دلیل صحیح مسلم، مسند احمد، همه اینا رو ما ذکرشو کردیم به ترتیب. شما یک کمی صبر و تحمل داشته باشید، ان شاءالله در این برنامه همه اینا رو روش میایم صحبت میکنیم. تشکر از شما. تشکر. صحیح مسلم همینجا هست و در ضمن کتاب‌هایی که ما انشالله صحبت خواهیم کرد. این از کتاب صحیح مسلم هست، من آوردم اینجا و این روایات اینجا من علامت گذاری کردم، اما منتها وقت نشد که من امروز فقط اون مورد اول استدلال اول. انشالله هفته‌های بعدی با ما باشید. تشکر انشالله با شما. تشکر آقا محمد عزیز، الله تعالی استتون کنه. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید بیننده گرامی. بفرمایید. بفرمایید بلندتر صحبت بکنید برادر عزیز. خدمت شما و
بله. آخرین بیننده، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ببخشید یه سوال نشه میتونم مطرح کنم؟ اگر در رابطه با موضوع برنامه است بفرمایید. من ببخشید برنامه رو دیر باز کردم، میشه بگید می‌پوشیدین؟ انشالله دفعه دیگه از سر ساعت 8 شب به وقت تهران انشالله بیننده برنامه باشید، برنامه رو خواهید. جناب استاد در خدمت شماست. ولی این بینندگانی که تماس گرفتن هیچ کدومشون آقای سبحانی و طبسی و مکارم شیرازی نبودند که ما ازشون خواسته بودیم که جواب بدن. اون مطلبی رو که نوشتن بنده از کتابای خودشون خواندم و امیدوار بودم که ایشون جواب بدن. نه ایشون جوابی دادند و نه کسی از علمای شیعه جوابی رو دادند. مطالبی که در اینجا بینندگان مطرح کردن آقای علی بود که گفتند که صرفاً برای کلاه گذاشتن سر مردم هست که قسم میخورند به غیر الله متعال، و واقعا اینطوری هست که ضرب المثل معروفیه که ما قسم به ابوالفضل رو قبول بکنیم یا دم خروس رو، صرفاً برای این که مردم را فریب بدهند قسم میخورند. و سوال ما این است که چرا علمای شیعه جلوی این کلاهبرداری ها را، قسم های دروغین را به نام غیر الله را که برخلاف نظر امامان معصوم شیعه هست جلوی این رو نمیگیرند، واقعیت رو چرا بیان نکردند؟ و آقای محمد از یزد گفتند که هیچ گونه حکم شرعی نداره. بله، خب دقیقاً حرفی که آقای محمد یزدی زدن دقیقاً حرف آقای علی هست. وقتی که ما میگیم که هیچ حکم شرعی نداره، حکم شرعی که داره. امام معصوم شما گفتن، من هفته گذشته این روایات رو خدمت بینندگان عزیز آوردم و نشون دادم که قسم خوردن به نام غیر الله شرک هست، که وقت نیست که نشون بدم. از کتاب وسائل نشون دادم و از مستدرک وسائل نشون دادم و امامانش رو گفته بودند که جایز نیست. امامان معصوم شما قسم خوردن به نام غیر الله را شرک دانستند. پس بنابراین این که شما بفرمایید هیچ حکم شرعی نداره، این گونه نیست. حکم شرعی دارد و حرام هست. و آقای چند نفر از علمای بزرگ شیعه که من در اینجا از اونها نقل قول کردم در ابتدای برنامه، صراحتاً گفته بودند که قسم خوردن به نام غیر الله بلا خلاف عصیان هست. کسی که قسم به نام غیر الله بخورد بلا خلاف عصیان هست. اگر یک قسمی که هیچ ارزشی رو نداشته باشه، به قول شما حکم شرعی نداشته باشه، اما در مقابلش شما مشرک بشید، در مقابلش شما گناهکار بشید، آیا نباید مراجع شیعه این خطر رو به شما هشدار بدند که ای مردم، قسم خوردن به ابوالفضل و به فلان و بهمان قبول نیست، منعقد نیست، اما یک محظوریت شرعی دارد، حرام هست به اتفاق. امامان گفتند که کفر، شرک هست و ناجایز هست. این مطالب رو باید برای شما بیان می‌کردن، نه این که به بهانه رد وهابیت و رد کردن مذهب وهابیت یا اهل سنت و الجماعت بیان شما رو در یک مسیری بندازند که مرتکب شرک و خرافات بشید. ایشون گفتند که نه، هیچ گونه حکم شرعی نداره. حکم شرعی دارد. ائمه شیعه گفتند که حرام، ناجایزه، به نظر ما درست نیست و کفر و شرک هست. روایتش من خدمت بینندگان نشان دادم. خب الان بگذاریم روی این که هیچ حکم شرعی ندارد. بله، مراجع شیعه گفتند در کتابای رسائل خودشون، خصوصا آقای لنکرانی که من قبل از برنامه رساله ایشون رو مطالعه می‌کردم و بسیاری، حتی خود آقای ناصر مکارم، من رسائل اینها رو نگاه کردم و در کتاب خودشون هم گفتن، سوگندهای پربار قرآن، که چند مورد هست که اولا من از خود کتاب وسائل اینجا نشان داد، یک بابی رو منعقد کرده بود که قسم به نام غیر الله منعقد نمی شود. منعقد نمی شود یعنی چی؟ یعنی این که شما چه قسم بخورید چه قسم نخورید، قسم شما منعقد نیست. این یک مطلب. اولا قسم به غیر الله منعقد نیست. دوما کفاره ندارد و اگر کسی 1000 مرتبه هم قسم بخورد به نام ابوالفضل، واجب نیست که بر قسم خودش وفا بکند. یعنی همون قسم، یعنی کلاه گذاشتن سر مردم. و در هیچ کدام از دادگاه‌های معتبر ایران هم معتبر نیست. اگر کسی به نام غیر الله بیاد قسم بخوره برای اثبات یک حقی، چون این چیزی رو قبول نمی‌کنند. اما در مقابل امامان شما گفتند که شرک هست. الان سوال من اینجا هست که از مراجع شیعه، قسمی که برای اثبات حق نیست، قسمی که برای این نیست که مردم ما را تصدیق بکنند، با اینکه حق ما را بدند، قسمی که اصلا منعقد نمی شود، قسمی که اصلا کفاره ندارد، قسمی که اصلا در دادگاه‌های ایران معتبر نیست، چرا مراجع شما میان دفاع بکنند بر خلاف وهابیت که چون این قسمی را ثابت بکنند به خورد مردم بدن؟ حرف ما هم دقیقاً همین هست.
که این نوع قسم خوردن ها احکام شرعی نداره، نه تنها نزد شیعه، نزد اهل سنت و الجماعت هم چون این قسم های درست نیست، حکم شرعی ندارند. لازم نیست که شما بر چنین قسمی پایبند باشید، منتها شما با چنین قسمی گناهکار شدید. اجماع شیعه در این زمینه هست. به قول امامان شیعه و رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کسی که چنین قسمی بخورد مشرک شده. آیا جایز هست از نظر عقلی که شما بیاید یک قسمی رو بخورید که هیچ گونه فایده برای شما نداره، نه حقی رو برای شما اثبات میکنه، نه ضرری از شما دفع میکنه، نه در دادگاه قبول هست، نه کفاری داره، نه لازم است که شما بر اون عمل بکنید، نه اینکه منعقد میشود، بازم بیاید چنین قسمی بخورید و خودتان رو گناهکار بکنید؟ این رو هیچ انسان عاقلی در واقع فکر نمیکنم که قبول بکند. که یک بحثی است که ان شاء الله در ادامه مطالب یک از نکاتی که من میخوام عرض بکنم این مورد هست. مورد دیگر که در مورد سوگند لغو بود که ایشون گفتن سوگند لغو هست، این اصلا سوگند نیست بلکه شرک هست. بله گفته بودند که لغو هست. اگر این معنی لغو بودن این نیست، این به تصریح روایات شیعه و سنی این شرک هست، شرک اصغر هست. حتی خود آقای ناصر مکارم که در هفته قبل من از تفسیرشون خوندم گفته بود قسم خوردن به نام پدر یکی از مظاهر شرک خفی هست. در کتاب تفسیر خودشون در تفسیر آیه‌ای که در ابتدای سوره بقره بود که به صورت مفصل من در آخر نشوندم. قسم لغو، بله قسم لغو ما داریم، حتی به نام الله متعال قسم لغو داریم، این قسمی که هیچ گونه حکم شرعی بر آن مترتب نمی شود. الله متعال در سوره بقره می‌فرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، الله متعال شما را با قسم‌های غیر منعقده و با قسم‌های لغو شما را مؤاخذه نمی‌کند. قسم لغو یعنی چی؟ یعنی این که چیزی که تکیه کلام شما هست، والله من اومدم والله رفتم فلانی رو دیدم، این والله یک سر زبان شما هست و به معنی قسم خوردن نیست، این در واقع قسم لغو هست و حکم شرعی ندارد، شما با این گناهکار هم نمیشوید و در روایت اهل سنت و الجماعت این به صورت فراوان ذکر شده. اما متاسفانه در جامعه ما این گونه هست که اگر کسی رو بگوییم که به نام الله قسم بخور، حاضر است قسم بخوره. اگر بخوایم قسم محکمی بدیم، حالا میگم به نام ابوالفضل قسم بخور، حاضره که به دروغ به نام الله قسم بخوره، اما حاضر نیست که قسم ابوالفضل رو بخوره. این اشکال در عقیده هست که انسان رو به شرک در واقع میرساند که به صورت مفصل تر ان شاءالله در جلسات بعدی من ذکر میکنم. روایت صحیح مسلم رو چشم در هفته بعدی و هفته‌های بعدی ان شاءالله به صورت مفصل ما عرض خواهم کرد. روایتی که بیننده دیگر اشاره کردن در مسند احمد هست، در اونجا لفظ قسم نیومده، لفظش فلعمری هست یا لعمری، هر دو تاشون درسته. که این لفظ رو به صورت کلی باز هم ان شاءالله در آخر این برنامه، یعنی بعد از اینکه دلایل از کتاب مسلم رو بررسی کردیم، این جمله رو که آقای مکارم شیرازی و بقیه هم آقای صبحانی هم اشاره کرده بودند که علی در نهج البلاغه قسم خورده فلعمری گفته، این آیا قسم هست یا قسم نیست، جایز هست یا ناجایز هست، در صحیح در مسند احمد اومده، در جاهای دیگر اومده، روایت صحیح هست یا صحیح نیست، به صورت مفصل ان شاءالله در ادامه برنامه اینو در هفته‌های آینده عرض خواهم کرد. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان و از تک تک شما عزیزان که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. تا هفته آینده که بازم با امامان وهابی شیعه در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. همه تان را به پروردگار متعال میسپارم. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.